قرن پیش مرحوم آقای بزرگ 100 تومان به پول آن موقع گذاشت تو یک سینی نقره و پیشکش فرستاد به حضور مظفرالدین میرزا. در عوض اجازه غصب یک باغ بزرگ رو گرفت و با خشت و آجر مردم این عمارت رو بنا کرد. پسرش آقای مطلق که سینی نقره رو برده بود به حضور ولیعهد، به خیال اینکه بعد از مرگ بین بچه‌هاش نفاق و تفرقه نیفته، در باغ 7 عمارت دیگر ساخت و بین اونها قسمت کرد. دایی جان ناپلئون که فرزند ارشد بود، پس از مرگ آقا هم عمارت او رو به ارث برد، هم خلق و خوی او رو و هم لقب آقا رو. دایی جان به بهانه حفظ اتحاد مقدس خانواده به قدری در زندگی برادرها و خواهرها دخالت کرد که بیشتر اونها یا دور خانه هاشون دیوار کشیدن یا به زور دادگاه فروختند و رفتن. باقی ماند خانه ما که ارث مادرم بود نه ملک پدرم، و خانه دایی جان سرهنگ که تونسته بود دور حیات خودش نرده آهنی کوتاهی بکشه. دایی جان ناپلئون مثل روح آقای بزرگ در عمارت اربابی زندگی میکرد و از پنجره‌های بزرگ این عمارت که در واقع حاکم نشین باغ بود همه جا رو زیر نظر داشت. دایی جان شیفته ناپلئون بوناپارت امپراتور فرانسه بود. او شباهت‌های زیادی بین زندگی خودش و زندگی ناپلئون میدید. مثل ناپلئون 7 برادر و خواهر داشت. مثل ناپلئون سالهای کودکیش در رؤیای کشورگشایی گذشته بود. در سن و سال ناپلئون جوان او هم وارد نظام شده بود و بالاخره عین ناپلئون 13 سال بعد از ازدواج زنش رو طلاق داده بود. تنها چیزی که در زندگیش از ناپلئون کم داشت دشمنی آشتی ناپذیر انگلیسی ها بود. این کمبود رو هم به کمک قوه تخیل خودش جبران کرده بود. چند مأموریت ساده در حوالی کازرون و ممسنی که مربوط میشد به دوره خدمتش در فوج قزاق کلونل لیاخوف در خیال او تبدیل شده بود به جنگ هایی با توپ و تفنگ و با آرایش های جنگی ناپلئون بوناپارت در استرلیتز و واترلو. بیدارت کردم؟
نه خواب نبودم. تو چرا اینجا اومدم خبرت کنم عصر بیای خونه ما. چه خبره؟ نمیدونم، بابا جون گفتن امروز عصر بچه‌ها بیان خونه ما. اگه دلت خواست یکم زودتر بیا. من یک روز گرم تابستان، دقیقاً یک روز 13 مرداد حدود ساعت 3 و ربع کم بعد از ظهر عاشق شدم. من که پسر آقا جان بودم عاشق لیلی دختر دایجان ناپلئون شدم. عیناً مثل این که پسر چرچیل عاشق دختر هیتلر بشه. سلام شاه جون. تو باز نخوابیدی؟ اومدن دنبالم. زور گرما کجا؟ خونه دایی جون. کدوم دایی جون؟ دایی جون دیگه. لیلی اومد خبر داد. لابد باز دست گلی به آب دادی. نه شاه جون، نمیدونم چی کار دارن. لیلی گفت همه بچه ها جمع میشن اونجا. یه قارچ هندونه بخور و برو. باشه برمیگردم. خدافظ. من نفهمیدم این برادر تو چی کار به کار بچه ها داره. هفته یه روز بچه‌های فامیل رو جمع میکنن نصیحتشون کنن. عیبی داره؟ این برادر تو هم تلافی حرف گوش نکردن قزاقای لیاخوف و سر بچه ها در میاره. من پیش مرگت شم، هر چی باشه آقا بزرگ خانواده است، باید احترامش رو نگه داشت. برای قزاقای مادر مردم لابد هفته یه روز سر سب نطق میکرده. 100 رحمت به ناپلون با همه خلگیریاش. وای بابام هی. سیامک مگه نمیای خونه دایی جون؟ هنوز سوده. بیام اونجا تو افتاب وایسم که چی؟ تو نمیدونی دایی جون واسه چی بچه ها رو من خواستن؟ چه میدونم؟ برو از مشق قاسم بپرس. باشه. وای بابام هی. کله پدره هرچی نسترن بیناموس. ماش خاصه کمر ما خود شد. بابام جان شما ما رو ترساندی. تقصیر من چیه؟ تو خودت صبح تا شب به این نسترن ور میری. تقصیر آغاز که این نسترن از لیلی خانم که دختر خود شانه بیشتر دوست دارن. وای بابام هی، اگه آقا بفهمم ما این شاخه رو شکستیم دودمانمونو به باد میده. دیدی چه خاک بر سرمان شد. خدا کنه آقا بو نبرن. حالا نمیشد تو ما رو صدا نکنی بابام جان. تو این همه شاخ و برگ از کجا میفهمن که شاخه این نسترن رو شکستی؟ آقا این نسترن با دست خودشان کاشتن. شما هنوز آقا رو نمیشناسی. خدا عاقبت ما رو به خیر کنه. خداوند خودشان به ما رحم کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. مگه خل شدی ماش خاصه؟ میخوای چی کارش کنی؟ یه وقت بابام جان جلو آقا چیزی از دهنت نپره بابا. نه بابا خاطر جمع باش. ماش قاسم تو نمیدونی امروز اینجا چه خبره؟ والا بابام جان دروغ چرا؟ تا قبل ما خبر نداریم، اما آقا گفتن همه بچه ها امروز جمع بشن. شما هم زود برو بدو که آقا الان میان بیرون. برو بابام جان برو. انا لله و انا الیه راجعون. نمیدونی دایی جون با ما چی کار داره؟ نمیدونم مثل که بخواد بازم نصیحت کنه. جای من اینجاست. برو تو کم کن. برو گام شو. چند داری؟ خفش گام بود. سلام دایی جون.
16 سال از سنم میگذشت، اما نه عاشق شده بودم نه یک نفر آدم عاشق دیده بودم. از یادآوری سرنوشت اشاقی که در کتاب‌ها خونده بودم وحشت می‌کردم. همه اونها سرنوشت غم‌انگیزی داشتند و پایان عشقشون مرگ و میر بود. می‌ترسیدم من هم به گناه عشق لیلی به دست دایی جون کشته بشم. علی، دایی جون واسه چی بچه‌ها رو خواسته؟ نمیدونم والا. کی این دیوار رو با زغال سیاه کرده؟ گفتم کی این دیوار رو با زغال کثیف کرده؟ بگیر دستتو بلد زنا. قاسم بگیرش. نترس بابام جان، بچه آقا رو عصبانی نکن. نذار فرار کنه قاسم. ما نگفتیم بابام جان. منم میگم که شاخه نسترن دایی جونو تو شکستی. دلش کن. کی شاخه نسترن رو شکسته؟ کی شکسته شاخه نسترن رو؟ کی شکسته؟ خدا دیدم دایی جون. بعد نمون کنم از پشت درخت دیدم. اینجا قیمش کرد دایی جون. قاسم آقا ببخشین ما رو، شما رو به خدا ما رو ببخشین آقا، ببخش ما غلط کردیم آقا. وای احمد ببخشید آقا غلط کردیم آقا. دیوانه چی شده؟ چه خبره؟ بچه برین کنار. جلوشو بگیرین برین خوشته. کار کرده که قاسم جان بیا توی چیزنگا جان ما رو نجات دادی. حالا داریم ما رو میکنیم. سعید چیه؟ چه خبر شده؟ آقا دست شاخه نسترن رو شکسته. بابا جون خیلی عصبانی، میترسم اشخاص نه ترس لیلی. موضوع چیه؟ چه خبر شده؟ سعید چه خبره؟ مشقاسم شاخه نسترن رو شکسته. آقا دستم بدم هرتان. چه تو گریه میکنی؟ خدا مرگم بده ها. دایی جون سلیمش کنی. کدوم دایی جون؟ دایی جون ناپلون. زبون تو کسی که بچه. آی بابا جان دیگه جان باشید. حیفتون همه فداکاری که من در حق تو کردم. دیگه جای تو توی این خونه نیست. برو گم شو. شما باید یا با آجا ما رو از این خانه بیرون کنی یا اینکه نشه ما رو ببرین. ما خودمان با پای خودمان بیرون نمیریم. خان داداش این دفعه رو از گناهش بگذاریم. غلط کرد، نفهمید. آقا شما 100 دفعه جان ما رو نجات دادین، حالا میخواین جان ما رو بگیرین. ما تا جان داریم باید توی خانه خدمت شما رو بکنیم. کی اون کاری که شما کردین در حق ما میکرد؟ یک دفعه تو جنگ کازرو ما تیر خورده بودیم، افتاده بودیم بین دو تا تخت سنگ. تق مثل باران از آسمان گلوله میبارید. ما دیگه اشهد خودمان رو خوانده بودیم.
مرغای لشخور همینطور توی آسمان بالای سرمان چرخ میزدن تا ما کی بمیریم. یک دفعه خیرش بده آقا رو. خدا از بزرگی آقایی کمشان نکنه. خدا عزتشان بده. وسط اون رگبار گلوله خودشان را رساندن به ما. مثل شیر ما را انداختن رو کولشان. به اندازه یک منزل را همینطور برد تا رساندن به سنگر خودمان. خیال میکنه اینجور چیزا از خاطر ما میره؟ اگه آقا نبودن ما مثل بیچاره سلطان علی خان تا حالا 100 تا کفن پوسانده بودیم. بیچاره سلطان علی خان. قاسم برای اونم خواستیم کاری بکنیم اما قسمتش نبود. خدا رحمتش کن. خان داداش، ممکن از حضورتون خواهشی بکنم؟ فردا شب قدم رنجه بفرمایین ما رو سرافراز کنین. فردا شب؟ بله عموجه. میخواییم دور هم باشیم. آخه پوری جون لیسانسشو گرفته. باریکلا پسر، باریکلا. حتما خواهیم آمد. قاسم. بله آقا. بچه ها این دیوار رو کثیف کردن، زود تمیزش کن. چشم آقا. به خیر گذشت مشقاسم. خدا آقا را عزتشان بده. شما هم حتما تشریف بیارین، شب خوبی میشه. باشه، بریم. قربونت برم خواهر. قربونتون برم. سعید. لیلی جون تو هم حتما بیایی یا؟ بعد از این واقعه دایجان رسما پذیرفت که مشقاسم هم در جنگ ها همراه او بوده. به این ترتیب مشقاسم که بزرگترین واقعه زندگیش در قیاس‌آباد جنگیدن با چند سگ ولگرد بود، به صف شجاعان جنگ کازرون پیوست. سعید چیه شاه جون؟ قربونت برم مادر، آقا جونت گفتن امشب شام بفرستیم برای مشقاسم. برای مشقاسم؟ آره زبون بسته شاید روش نشه امشب بره خونه دایی جونت. بپا مادر. داغ نسوزی؟ نه. مشقاسم حالت چطوره؟ نپرس بابام جان. این چی آوردی؟ برات شام آوردم. داغه. شاه جونم برات فرستاده. خدا شما رو براشان بذاره بابام جان که فکر ما هستی. داری درسات حاضر میکنی، خوب کاری میکنی. دیگه چیزی به واس شدن مدرسه ها نمانده وا. درس نیست که، کتاب قصه است. جای این کتابا باز قرآن یاد بگیری بخونی بابام جان. بازش مشقاسم، من اومدم یه چیزی ازت بپرسم. بگو بابام جان. من یه همکلاسی دارم که خیال میکنه عاشق شده. چی؟ نمیدونم چطور بگم، خاطر جمع نیست، روشم نمیشه از کسی بپرسه. عاشق شده؟ یعنی خاطرخواه شده؟ همکلاسی تو؟ مشقاسم شما میدونین آدم چطوری میفهمه که عاشق شده؟ والا بابام جان دروغ چرا؟ تا قبل ما خودمان خاطرخواه شدیم. نه نشدیم. یعنی چرا شدیم؟ خلاصش میدانیم چه بلایی. نه بابام جان نه.
ما خودمان خاطرخواه شدیم اما شما نشدی. آدم بزرگاش جان سالم به در نمیبرن، چه برسه من شاگردی تو. ولی مشقاسم، این همکلاسی من که خیال میکنه عاشق شده، اول میخواد بدون راستی عاشق شده یا نه. اون وقت اگه دید عاشق شده میخواد یه جوری دردشو دوا کنه. بابام جان مگه خاطرخواهی به این آسونی ها علاج میشه بی پدر؟ بالاخره نگفتی آدم چطور میفهمه عاشق شده؟ والا بابام جان دروغ چرا؟ آن وقتی که نمیبینیش توی دلت پنداری یخ میبند، وقتی میبینیش توی دلت پنداری تنور نونوایی روشن کرده. یعنی اون که ما دیدیم اینجوری بود، همه مال منال دنیا رو برای اون میخوای، خلاصه آروم نداری مگر اینکه اون دختر برای شیرینی بخورن. اما اگه شوهر کرد و رفت دیگه وا ویلا. تو شهر ما یه نفر بود که خاطرخواه شده بود. یه روز اون دختر برای یه نفر دیگه عقد کردن. فردا صبحش همشهری ما راه بیابونو گرفت و رفت. حالا 20 سال گذشته هنو هیچکی نفهمیده چی شد، کجا رفت. پنداری دود شد رفت با آسمان. من دیگه کم کم باید برم. فردا شب میای مهمانی آقای سرهنگه، کلی میز و صندلی آوردن. مهمانی قبولی آقا پوریه. راستی مشقاسم، یه وقت دایی جون نفهمن راجع به عشق و عاشقی چیزی از شما پرسیدم ها؟ ما با آقا چیزی بگیم؟ مگه از جان خودمان سیر شدیم؟ آقا اگه صحبت عاشقی یا خاطرخواهی بشنوه قیامت میکنن، ولی نسبت آدم میکشن. خدا نکنه کسی عاشق لیل خانوم بشه، ولی آقا جد آبادش درو میکنن. چی شد بابام جان؟ هیچی، سرم گیج رفت. بوش بابا علی. شاپور یا پوری ملقب به نابغه بزرگ، پسر دایی جان سرهنگ، تنها فرد خانواده ما بود که لیسانسیه شد. دایی جان سرهنگ از اون دسته آدم‌هایی بود که دوست دارند به هر مناسبتی مهمانی بدن. دایی جان سرهنگ در واقع سرهنگ نبود، سرگرد بود که آن موقع‌ها یاور می‌گفتن. به سلامتی. به سلامتی شما و پوری و خانوم. یک شب در یک مهمانی به حکم ضمنی دایی جان ناپلئون که او رو داداش سرهنگ صدا کرده بود، به مرور همه عادت کردن آقای سرهنگ صداش کنن. او و زنش پوری رو خیلی عزیز دردونه بار آورده بودن. به نظر من پوری بچه باهوشی نبود، فقط مثل خر درس میخوند. درسا رو بدون انداختن یک واف حفظ میکرد و نمره میگرفت. تا سن 18 سالگی مادرش دستشو میگرفت و از خیابون عبورش میداد. سلام خانوم، شما عزیزو ندیدی؟ ای شیطون، نکنه سرشو زیر آب کردی؟
شب خوبیه نه؟ همچین شبایی من خیلی خوبم. همه فامیلو میشدی، مخصوصا بنده رو. برو بیمزه. آقای دوستعلی خان با خانواده ما نسبت دوری داشت و چشماش بین زنها به ناپاکی معروف بود. هیچ کس بهتر از شازده اسدالله میرزا که جای او در مهمانی خالی بود از پس او بر نمی اومد. زنش خانم عزیز سلطنه از بستگان نزدیک ما بود. خانم عزیز سلطنه پیش از دوستعلی خان شوهر دیگری داشت که گویا مفقود الاثر شده بود. شاید به هوای ثروت قمر بود که آقای دوستعلی خان زندگی در کنار خانم عزیز سلطنه رو تحمل می‌کرد. عزیز خانم از شوهر مرحومش یک دختر چاق خل پرخور به ارث برده بود به اسم قمر که هنوز به سن قانونی نرسیده بود. میگم چطوره یه خود سر به سر دکتر ناصرالحکما بذاریم حالشو بگیریم. تو خودش. شازده شمسعلی میرزا برادر بزرگ اسدالله میرزا مستنطق عدلیه بود و تا 2 سال پیش که ظاهراً به دلیل نامعلومی منتظر خدمت شد رئیس عدلیه همدان بود. او به دلیل شغلش محاکمه و استنطاق رو کلید حل تمام مشکلات دنیا می‌دونست. فرخ لقا خانم زن بدیمن ترشیده‌ای بود که روزگاری قرار بود زن آقای دوستعلی خان بشه. بیچاره هر وقت از دری تو می‌آمد یک خبر شوم وارد اون خونه می‌شد. آقا تشریف آوردن. سلام خان داداش، بزرگواری فرمودین، لطف کردین. متشکرم. تو چطوری پوری جون؟ سلام. تبریک میگم بهت بابا. باریکلا. به بچه دختری، الهی تصدقت بشم. قربون شکل ماهت برم دختر جون. چه عروسی میشه. خیلی خدمت خان ماهه. داداش. لیلی. چرا اینجا وایسیدی؟ منتظرت بودم. چرا دیر کردی؟ میخوام برات یه 4 و 2 قشنگ بیارم. آها 4 و 2. مثل که باید خونتون رو ببندیم. بله رسمش اینجوری. تو را با نبرد دلیران چه کار؟ بیریز آقا. حالا شما توجه کنیم تاسو چجوری دستشون میگیرم. بیریز آقا بیریز. تو باید بیای پیش من تاس ریختن یاد بگیری. من اول باید به شما یاد بدم که تاسو چجوری دستتون بگیره. ببینین 53 52 بود بابا 53 بود. خودتون بمیرین 53 53 بابا جر زدن نداشتیم ما. چرا جمع کردی تا 52 بود؟ نه بابا جون چی رو 52 بود 53 بود 52 بود 52 بود. والا به خدا 53 بود. من که نمیدونم کلک بزنم که خودتون قاضی کلک داری نشه. میدونی دیگه 53 اینم یه 53 دیگه که حق به حقدار برسه. آقا شما بگو 52 بود یا 53؟ آقا شما که شاهد هستین 52 بود یا 53؟ والا چه عرض کنم اگه وجدان داری درست اگه اشتباه نکرده باشم 52 بود. 52 بود بفرمایید. درس نکردم. برو بابا لیلی جون پاشو برو یه چند تا گردو برای بابا جون بیار بازی کنن. ایشون تاس نمیدونه یعنی. تاس اگر نیک نشیند همه کس در راد است. بازی بلد نیستی. باز افتادم به جون. مگه مجبوری وقت من طرف کنی؟ آمین دستا برا اسدالله برو ترسونی. گفتم حتما بازم یادت میره بیاریش واسه. میخواستم به جای تفنگ یه دختر خیلی خوشگل براتون بیارم. خان داداش یه نگاهی بهش بندازید. آخه دخترای ببینم کور شده. باز تو همینجوری سر زده حال خوردی تو خونه مردا. خانم عزیز سلطنه عزیز خودم. دوستعلی خره کجاست؟ بذار خیلی خوشه بیمزه بعدم بهت میگم. بیمزه شما گل پروانه رو بردم. خیلی آدم خونکی بیمزه. مرد به این ما. لیلی چه خانمی شده بگم ببین. گلوله توش نباشه یه وقت پای من میترسم. تو رو خدا با آقا بگی ما تو پایین بازی نکنم. اوه نترسین خانم فرخ لقا، ما با تفنگ بزرگ شدیم. شازده اسدالله میرزا برادر کوچک شمسعلی میرزا و عضو وزارت امور خارجه تازه از مأموریت قفقاز برگشته بود.
برای شازده هیچ چیز دنیا جدی نبود، حتی نگاه نفرت آور شوهرها وقتی که سر به سر خانوماشون می‌گذاشت. دیگه چطور عزیز جون؟ تو بخور. تو چرا تو مجلس عیشم لباس اعضا پوشیدی فارغ لقا؟ به تو چی؟ روز به روز بدتر شکل جغد میشه. دوست داری تو این زن بدبخت رو تا آخر عمر سیاه‌پوش کردی؟ یه سان فرانسیسکویی باش برو برادر. آقا جان از خانواده ممالک ها و سلطن ها نبود. او یک داروساز مجاز بود که مشتری های دواخانه بود دکتر میگفت. دایی جان ناپلئون ازدواج خواهرش رو با یک بازاری غیر اشرافی بزرگترین فاجعه تاریخ میدونست. البته این خیلی مهم نبود. علت واقعی اختلاف بین این دو نفر ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه بود. آقا جان برعکس نظر دایی جان ناپلئون رو فقط ماجراجویی میدونست که اروپا رو به خاک و خون کشیده بود. تو چرا اینقدر میخوری دختر؟ مریض میشی یا؟ عزیز خانم مواظب این دختره باشین بابا. اسدالله سوغات خوبی برات آورده داداش. من عین این تفنگو خودم داشتم. یادم میاد یه دفعه توی بحبوحه جنگ ممسنی. نخیر آقا نخیر، جنگ کازرون بود. بله میگم توی جنگ ممسنی بود. چرا مزخرف میگی؟ والا آقا دروغ چرا؟ تا ما خاطر ما میاد جنگ کازرون. مرد حسابی از ما یه روز توی بحبوحه جنگ ممسنی بود. ما تو جنگ وسط یه دره گیر افتاده بودیم. دو طرف کوه و اطرافش رو دزدای مسلح گرفته بودن. یه دره‌ای بود به عرض 3-4 برابر این اتاق که من بودم و 40-50 تا تفنگ با نوکرتان قاسم. بله این قاسمم به اصطلاح اون روزیا مصدر من بود. عرض نکردیم آقا جنگ کازرون بود. جنگ ممسنی بود. من بودم و 40-50 تا تفنگچی. حالا این تفنگچی ها چه وضع مفلوکی داشتن بمونه. به قول ناپلئون یک سردار با 100 سرباز سیر بهتر میتونه به جنگ تا با 1000 سرباز گرسنه. درست. در حالی که محاصره شده بودیم یک مرتبه بارون گلوله شروع شد. من اولین کاری که کردم خودم از اسب انداختم پایین. بعدش دست انداختم کمر نمیدونم کی بود، مثل این که قاسم بود یا یکی دیگه، گرفتم کشیدم پایین. خود ما بودیم آقا. اگه جسارت نباشه عرض میکنیم جنگ کازرون بود. حالا هر جهنمی بود. میذاری حرفمو بزنم یا نه؟ خیلی خوب آقا، ما اصلا هیچی نمیفهمیم، ما اصلا لا شدیم. این ابلهو که کاشکی دستم شکسته بود و نجاتش نمیدادم از اسب کشیدم پایین. حالا وضع چیه؟ خدا میدونه. چند نفر از افراد من تیر خورده بودن. به بقیه دستور دادم برن پشت تخت سنگا موضع بگیرن. از طرز حمله و تیراندازی دشمن بلافاصله فهمیدم که با دار و دسته خدادادخان یاغی طرف هستم. همون خدادادخان یاغی معروف، نوکر قدیمی انگلیسا. عرض کردیم آقا جنگ کازرون بود. خفه شو. گفتم باید به هر ترتیبی یک کلک خدادادخانو بکنم. این اشرار تا وقتی رئیسشون زنده است جسورن. همچی که رئیسشون کشته شد فرار میکنن. سینه مال خودمو رسوندم تا اون نوک کوه، اون بالا. کلا پوستی سرم بود. نه کلا رو از سرم برداشتم، زدم سر سرنیزه و تفنگو بردم بالا. عرض نکردیم آقا تو جنگ ممسنی شما کلا سرتان نبود.
تو جنگ کازرون که سوار از جولان میدادین کلاپوستون رو گم کردین. نه یعنی تیر خورد. جنگ ممسنی شما اصلا کلاپوستی نداشتین. مثل این که حق با قاسمه. بفرمون. اصلا همون جنگ کازرون بود. یعنی اوایل جنگ کازرون بود. بله بفرمایید. من فقط این فکر تو کلم بود که خداداد خانو بزنم. همچی که کلاپوستو زدم سر نیزه و تفنگو بردم بالا، خداداد خان که تیرانداز تراز اول بود سرشو از پشت تخت سنگ آورد بالا. حالا منم و اون مولای متقیان رو یاد کردم و نفسم حبس شد. دنبال پیشونی خداداد خان میگشتم. یه دفعه صورتشو از دور دیده بودم، چشما مثل کاسه خون، ابروهای پهن، وسط دوتا ابروشو نشونه گرفتم و خفه شو مردی که بی اصل و نسب سر ناکسان را برافراشتن، وزیرشون امید بهی داشتن، سر رشته خیش گم کردن است، به جیب اندرون مار پروردن است. قاسم خان داداش شما اشتباه میکنید. خان داداش خواهش میکنم برگردید. سوء تفاهم شده، خواهش میکنم برگردید. شما چرا ناراحت شدید؟ خان داداش خواهش میکنم برگردید. چی شده؟ چه خبره ها؟ بریم خونه. بریم مردی که با این ناپل آن بریم. چی شده؟ بگو آبرو برش نمیذارم. به من تهمت میزنه. یواشتر یادن گذشت داشته باشید. چی شده؟ خانم ها آقایون، خواهش میکنم چیز مهمی نیست، سوء تفاهم شده. خانم ها و آقایون، حالا هر کی بود راستیشو بگه. کی بود وسط صحبت آقا تیر در کرد؟ هرچی باشه برادر بزرگتر ماست. الهی من پیش مرگت بشم، تو گذشت کن. یک جنگ کازرونی بهش نشون بدم که هست کنه. برای من شعر سر ناکسان را برافراشتن میخونه. یک ناپلئونی بسازم که 7 ناپلئون از بغلش در بیاد. حول و اضطراب شروع عشق هنوز در قلب من فروکش نکرده بود که وحشت جنگ روی باغ بزرگ خانه سایه انداخت. اون شب در سکوت دیوانه کننده باغ همه، حتی گلها و درختها، در انتظار جنگی بودند بیرحم‌تر از جنگ عالمگیر اول، جنگ آقا جان و دایجان ناپلئون. آن سالها هنوز آب لوله کشی نبود. هر ماه یک شب میراب باشی آب را به خانه ما میانداخت و ما از راه جوی‌هایی که در باغ بود حوضها و آب انبارها را پر می‌کردیم. آب از کوچه اول وارد حوض حیاط خانه دایجان ناپلئون میشد و از آنجا به خانه ما میآمد. مشقاسم به دستور دایجان روی جوی آب در محلی که وارد خانه ما میشد سدی ساخت و خودش مثل یک مأمور شجاع به نگهبانی ایستاد. قطع آب خانه ما برابر بود با قطع آب خانه دایجان سرهنگ، زیرا آب از خانه ما به آب انبار آنها میرفت. در این دعوا بیچاره دایجان سرهنگ که گلها و درختهای باغچه‌اش داشت فدای اختلاف آقا جان و دایجان میشد. مشقاسم بچه ها کجا هستن؟ امروز نیومدن با؟ والا بابام جان دروغ چرا؟ راستش ما نباید با شما حرف بزنیم. چرا؟
مگه نمیبینی ما قراولیم؟ مشقاسم لیلی هم نیومد؟ والا ما چیزی نمیدانیم، اما میشه که آقا به لیلی خانم گفته باشن که حق نداره پاشو از خانه بیرون بگذاره. چرا مشقاسه؟ شما دیشب خانه آقای سرهنگ مگه نبودی؟ بابام جان مگه ندیدی چی شد؟ دایی جون خیلی عصبانی شدن؟ والا بابام جان دروغ چرا؟ ما از صبح تا حالا خدا آقا رو به چشم خودمان ندیدیم، اما صداش از اتاق با گوش خودمان شنیدیم. پنداری شیر زخمی. یعنی بابام جان حقم دارن آقا. وقتی صحبت از جنگ کازرون میشه وسطش اونجوری بشه. حالا اگه جنگ ممسنی بود باز یه چیزی، ولی وقتی صحبت از جنگ کازرون میشه شوخی وردار نیم. ما خودمان به چشم خودمان دیدیم آقا چه کارا کرد. این امن و امانی که الان توی ولایت هست از برکت آقاست. خدا زندش بذاره. وقتی سوار اسب کهرش میشد و تو میدان جنگ شمشیر به دست میتاخت، پنداری شیر نر میآمد. ما خودمان که از قشون خودمان بودیم زهل تلک میشدیم، چه برسه به دشمن. حالا مشقاسم خیال میکنی دیشب این صدا؟ آره بابام جان خودش بود. اصلا دروغ چرا؟ تا قبل ما به گوش خودمان نشنیدیم، یعنی شنیدیم اما حواسمان پهلوی حرفای آقا بود و تیر و تفنگ. ما قبلا از این صداها زیاد شنیدیم، یک صداییه که وسط توپ و تیر و تفنگ هم به گوش میرسه، اما این دفعه آقا با گوش خودش شنید. یعنی راستش وقتی با آقا برمیگشتیم خانه این پوری آقا هم خیلی فساد و فتنه کرد. مگه پوری هم با شما اومد خونه دایی جون؟ آره بابام جان تا در خانه آمد، یعنی تو هم آمد. هی هم زیر گوش آقا میگفت که با آقا بی احترامی شده. آخه چرا مشقاسه؟ مگه پوری چه فایده ای میبره که بین دایی جون و آقا جون جنگ و جدال بشه؟ والا بابام جان اگه از ما میپرسی این پوری آقا خاطر لیلی خانم میخواد. یک دفعه هم مادرش فرستاده بود از لیلی خانم خواستگاری. دیشب هم که شما با لیلی خانم بازی میکردی خیلی حسودیش شده بود. دیگه نمیدانه که لیلی خانم 13-14 سالشه میتانه شوهر کنه، اما بابام جان شما که 14-15 سالته نمیتانی زن ببری. مشقاسم در تمام داستان‌های عشقی که خونده بودم یک عاشق بود و یک معشوق و یک رقیب. عجیب بود که من هیچ وقت به یاد رقیب نیفتاده بودم. حالا کم کم میفهمیدم که چرا از همون روز اول بی دلیل از عشق میترسیدم. مشقاسم دیشب تو جلوی آب ما رو گرفتی؟ والا آقای سرهنگ اینطوری شده. چطوری شده؟ اینطوری شده یعنی چه؟ والا دروغ چرا؟ ما چیزی نمیدانیم. ما نمیدونیم یعنی چه؟ جلوی آبو بستی حالا نمیدونی؟ ما که جلوی آب شما رو بستیم، ما جلوی آب شوهر خواهر شما رو بستیم. آب از خونه آقای دکتر باید بیاد به خونه جلو نیا آقای سرهنگ، جلو نیا. درسته که شما سرهنگی ولی ما هم اینجا قراولیم. آقا اینجور فرمان دادن. ما مگه شارگمان بره نمیذاریم آب از این طرف بره آن طرف. یعنی میخوای بگی آقا گفتن آبو به روی ما ببندی؟ امروز صبح آقا خودشان گفتن قاسم اینجا میستی نمیذاری کسی دست به این سد بزنه. هر کسی آمد با این بیل میکوبی تو مخش. قربان از دلم میخواد یه سیلی بزنم تو گوشش. تو گوش کی؟ آقای سرهنگ؟ نه تو گوش پوری با اون صورت درازش. درسته که آقا پوری کمی خنگه اما آب زیر کام هست. مشقاسم به نظر تو لیلی زن پوری میشه؟ والا بابام جان لیلی خانم یک دختر دم بخته. آقا پوری هم گیرم که یه کمی بچه ننه و خنگه اما درسش تمام کرده. دخترمو و پسرمو هم که عقدشان تو آسمان بستن. میشه به لیلی بگی یه سر بیاد تو باغ؟ امان از دست شما بچه ها. اگه آقا بفهمه ما پیغام شما رو واسه لیلی خانم بردیم همه منو زنده زنده کباب میکنه. خیلی خوب پس حالا باشه یه روز دیگه. من از همون روز اول مخالف ازدواج اون با خواهرمون بودم. تقصیر شماها بود. خان داداش قضیه رو اینقدر بزرگش نکنی.
این جنگ و جدال همش نتیجه سوء تفاهمه. چرا نمیگی سوء حازمه؟ وسط حرف من صدا در میاره؟ پدر سوختش میسوزونم، کاری میکنم که از این شهر فراری بشه. حیف از خواهر نازنین ما که زن این مرد رذل شده. شما سرور مایید، شما بزرگتر مایید، بیایید به بزرگی خودتون رو ببخشید. خوب نیست مردم بفهمن شما آب به روی خانواده خودتون بستید. توی آب انبار ما یک قطره آب نیست، درختای ما از تشنگی میمیرن. شما با شوهر زود باش از اینجا برو. بابا جون گفته اگه با تو حرف بزنم تمام خونه رو آتیش میزنه. لیلی میدونی مشقاسم چی میگه؟ سعید از اینجا برو. مشقاسم میگفت پوری میخواد مادرشو بفرسته خواستگاری. خواستگاری من؟ مشقاسم میگفت پوری تو رو دوست داره. خب اگه راست باشه تو چیکار میکنی؟ من وقتی لیلی گریه کرد تازه فهمیدم چه کار احمقانه‌ای کردم. پیش از اون که عشق خودم رو به او اعتراف کنم وسیله‌ای شده بودم که عشق رقیب به گوش معشوقه برسه. با این اشتباه فهمیدم که عشق گاهی آدم رو احمق میکنه. همه میدونن که اون صدا از طرف شما نبوده، اما خانداداش لج کردن، لجبازن دیگه. حالا شما بزرگی کنین، یه نوک پا برین ازشون معذرت بخواین، بلکه این اختلافات تموم بشه. من معذرت بخوام؟ اون به من توهین کرده، من از اون معذرت بخوام؟ کاری که آقا کرده آدمو به یاد صحرای کربلا میندازه. مگه شمره که آبو به روی مردم بسته ها؟ همه میدونن که من اومدم از شما خواهش کنم آشتی کنید. بهش بگین اگه در قطع آب پافشاری کنه به زور عدلیه و نظمیه حقشو کف دستش میذارم. عدلیه؟ نظمیه؟ وا مصیبت ها.